دوستانی که میخوان اپلای کنن برای دانشگاه‌های امریکا، لنگویج پروفیشنسی یا داشتن مدرک زبانی که از ریکوایرمنت ها هستش، چه برای دوره لیسانس، فوق لیسانس و دکترا. منتها در دوره لیسانس و فوق لیسانس یه سری پذیرش‌ها موجود هستش که بهش میگن پذیرش کاندیشنال، یعنی دوستان میتونن بیان اینجا اول زبان انگلیسیشون رو بخونن و به محض اینکه این دوره تموم شه وارد دانشگاه بشن و تو اون رشته مورد نظرشون تحصیل کنن. دقت کنید دوستان عزیزی که میخوان برای پی اچ دی اپلای کنن، پذیرش کاندیشنال به هیچ وجه غیر ممکن نیست و دوستان باید امتحان جی آر ای یا جیمت و تافل یا آیلتسشون رو بدن و در کنار جی پی ای خوب بتونن برای دوره پی اچ دی اپلای کنن. مقاله ریکوایرمنت نیست ولی کمک میکنه.